آجی من اینو 60 این یه دونه رو دیده بودم. اگه تو زودتر نمیخندیدی من پاره شده بودم از خنده. آجی حتی شورتش هم از این بندا داشت، خیلی باحال بود. آره آفرین. مشکل داری؟ حاجی فهمیدی چی شد؟ باید خندیدی. آجی چون تو آب میرینی میشاشی ماهیا قاطی کرده بودم. آره ماهیا. آجی اینو بذار دوباره ببینیم، من این میمو ندیده بودم فکر کنم. حاجی انه رو دیدی من تو این؟ فقط مست نیستم، یه پک خوردم، هیچی هم سالم هم هیچیم نیست. شیرم رو پست خواهر هم آیسی الله الله حاجی من از پیک دوم داشتم جر میخوردم. من فکر کردم پیک آخرش فوشه. خیلی سمه آیسان. حاجی همین الان 2-1 جلو بودم. ای خدا. آره آیسان سم خیلی هم پسر گلیه. خیلی اصلا عجیب غریبه. وا اون که رفته تو کامل. چارسه آجی خیلی بد زدن. مگه میشه یارو نبینی اینجوری؟ ای وای چار یا راکتو چرا پرت کرد؟ غیر قابل پیش‌بینی بود. 2 هر میلیون لایک. من باید این داستان رو کنترل کنم. نمیتونم. من یه نفر اینجا نشستم زندگیمو اداره بکنم هنر کردم. از کجا؟ پشمام. عیسی داره مردار رو زنده میکنه، اسرائیل داره میگه ما داریم زحمت میکنیم. 5-4 خیلی خفن بود. این از کجا میاد این میما رو چجوری میسازید تو رو قرآن؟ من در حال دیدن بابا بزرگم که داره 40,000 هکتار زمینشو با یه شورت تا آجی این فکس بدی ها. خیلی ها تو ایران اینجوری به گاه رفتن. حاجی وای اصلا یاد یه داستانایی افتادم خندم گرفت. بیا میگم خیلی ها تو ایران این اتفاق براش افتاد. وای داشت خواب قیچی برگردون میدید. حاجی 5,900,000 لایک. حالا تو کامپیوتر نمیشه دید چقدر ویو خورده. این 40-50 میلیون کام ویو باشه دیگه. آره 5 میلیون راحت 40-50 میلیون. فرید بابا بزرگ موزیک بابا بزرگم ما تو روز با گان زدنش؟ نه شب شات مافیا نشسته. دکتر چه سیوش نداره؟ دکتر افسون شده بود نتونست سیو بده. نگهبان کی بود؟ بابا احمق حیوان، بابا بزرگت مرده تو هنوز ذهن خرابه. در انقدر مافیا بازی کردی زندگیت از بین رفته. کثافت بیا گمشو بیا تو رایگیری میکن رایگیری مرد بابا بزرگت. مافیا بلدی پوریا؟ ببین اتفاقا واسه میگم من چون مافیا اصلا بلد نیستم هیچی نمیفهمیدم. خب پس هیچ شانس آوردی. منم خودمو خیلی کنترل کردم واقعا. یا اینفلوئنسر نباش یا زندگی تو برای مردم نذار، یا اگر میذاری دیگه کون نباید بدی این وسط دیگه. اونو گلوی من گرفت. اینو قایم کنم و این نوشابه بخورم. خیلی وقت نوشابه نخوردم. خندیدی خندیدی. حال کن سلطنتی رو داری. آخه مگه میشه داری راجع به یه موضوع مثلا اینفلوئنسری و فلان یه نوشابه تگری بعد موضوعم یادش رفت. وای 7-5 فکر کنم باختم. آره میبازی.